سلام به شما و سلام به جلسه دوم مدرسه کسب و کار و با این سلام 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 همگی سلام همگی سلام. خیلی خوب، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و مرسی که بیشتر از یک نفر هستید. برای آموزشتون اهمیت قائلید، احترام قائلید و این خیلی فوق‌العاده است. این خیلی فوق‌العاده است که ما اولویتمون آموزش تو شرایطی که همه به همه چی فکر میکنن جز آموزش. و به رسم همیشه 3 تا پیشرفت و یک نکته قابل بهبود در خودتون رو حتما نوشتین دیگه، چون قرار گذاشتیم هر روز بنویسیم و برای این جلسه 3 تا از مهمترین چیزها رو بگید و فکر کنم از وقتی این کار انجام دادین دیدین که چه اثراتی داشته و خوبه. اصلا عزیزی ممکنه بگه من یادم رفت، ایرادی نداره یادت رفت، اما اگر جلسه بعدی هم یادت بره دیگه ایراد داره، یعنی درست کار نمی‌کنی، یعنی یه اشتباه تکرار شونده تو زندگیت داره اتفاق میفته. خیلی خوب، خیلی خوب. آها، بسیار عالی. کاملگرا نباشم. عادت خیلی بدم رو ترک کردم که خوندن کتاب جز عادتم شد. همیشه لبخند داشته باشم. بسیار عالی. یادم نرفته ولی زیاد پیدا نمی‌کنم. میخوام چند تا دونه از مثال‌های خودم رو براتون بگم که فکر نکنید باید مثلا از یک سیاره خاصی پیدا بکنید نکته قابل پیشرفتتون رو. آماده این؟ بریم من چند تا بخونم براتون. اهمیت جلسات حضوری مثل لیندستروم رو فهمیدم. خیلی وقت بود سمینار حضوری نرفته بودم. سمینار، حالا مثلا بازدید چرا زیاد رفته بودم. اوکی. اهمیت جلسات حضوری رو فهمیدم. پیشرفت بعدی فهمیدم، یعنی بهم تلنگر خورد. همین میتونه پیشرفت باشه. آگاهی به ضرورت کم کردن موبایل. باز دوباره تصمیم گرفتم کار با موبایل رو کم کنم. تصمیم گرفتم پرینتر بخرم که یه سری چیزا رو کاغذ دیگه بنویسم، همه چیز آنلاین نباشه. خب حالا نقطه قابل پیشرفتم چیه؟ من واقعا سعی می‌کنم پشت سر بقیه حرف نزنم، ولی مثلا 2-3 جا نشستم، مثلا یکی میگفت فلانی اینطوریه، میگفتم که آره متاسفانه فلان رفتار غیر حرفه‌ای هم داشت و اینا. غیبت نمی‌کردم، داشتم شخص رو آگاه می‌کردم، ولی چرا من باید وقتام بزنم راجع به یه نفر دیگه اصلا حرف بزنم؟ یا مثلا میگم اینکه دیدم آقا من ذهنم بزرگتر شده، توقعاتم بزرگتر شده، دارم میگم درآمدمون 10 برابرم بشه من خوشحال نمیشم. خوشحال میشم ولی خواسته من بیشتر از اینه. این یک پیشرفته که ذهن من رشد کرده. آیا ذهنتون رشد نکرده تو این مدت؟ آیا استاندارداتون تغییر نکرده از ابتدای دوره؟ پس اینا پیشرفته. اگر پیشرفتی نمیبینی نه که نیست عزیز دلم. پس این که میگن آقا یادم بود ولی چیزی تو ذهنم بود، باید تمرین کنی، هی زور بزنی، بعد هی پیشرفت میبینی. آقا من یه پیشرفت دیگه براتون بگم. یه برنامه تفریحی خیلی قشنگ تو کشتی کروز و اینا بود این هفته، ولی نرفتم. گفتم یه خود متمرکز رو کار یه چند هفته بمونم، بعدن دوباره سفر برم. این پیشرفته که تصمیم گرفتم برای هدف قشنگم یه مسافرت خیلی قشنگ رو به تعویق بندازم. این خیلی قشنگه. و خیلی چیزهای دیگه. آقا یه کتاب میخونی، یه خط از اون و همه اینا. یعنی میخوام بهتون بگم اصلا چیز سختی نیست این 3 تا پیشرفته. عادت نداریم به این مسئله و این عادت نداشتنه میتونه ما رو مقداری اذیت بکنه. خب بریم سراغ ادامه صحبت. رفتار حرفه‌ای شماره 2. وقت شناسی یعنی احترام به همه. دوستان ما در کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه وقت کم اهمیت ترین چیزه، در صورتی که کل زندگیمون وقتمونه. و خیلی خیلی برای من خنده داره این داستان که ما چطور انقدر به وقت بی توجهیم. دیر میایم. این که میگم ما عموم مردم میگم، وگرنه من و شما اینطور نیستیم دیگه طبیعتا. دیر میایم، دیر تحویل میدیم، قولی که میدیم، وعده‌ای که داریم رو عمل نمی‌کنیم. فلان ساعت بیایم نمیایم و این بسیار بسیار بده رفقا. بسیار بسیار بده، باید حواسمون بهش باشه که دوچار این مسئله نشیم. و اکثر آدما بهونه‌هایی دارن برای وقت شناس نبودن، مثل ترافیک بود، مثل اینکه مثلا میگم چرا سمینار تو به موقع شروع نمی‌کنی؟ آخه مردم نمیان. سوال چی کار کردی که به موقع بیان؟ پاسخ هیچی.
من بهتون یه پیشنهاد میدم. آقا میگید برنامه ساعت 9 شروع میشه، به فرض برنامه‌تون رو به موقع نمیان، میگید 8:30 فلانی میاد برنامه طنز اجرا میکنه، همه به موقع میان اون وقت. یا مثل من تمام تلاشتو میکنی سالها سر موقع شروع کنی که بعد خیالت راحت باشه دیگه مخاطب من میدونه سمینار به موقع شروع میشه، دیر نمیاد مخاطب من. و یکی از افتخارات مثلا مزیته، بعد میری یه کلاس دیگه 20 دقیقه منتظر میمونی با حس بعد تازه شروع میکنی. پس صبر اومد، شروع نمیکنیم کلاسو فعلا تا 1 ساعت. پس نکته بسیار مهم اینه وقت شناسی، یعنی من آنچه که گفتم رو انجام بدم. و یادتون باشه یه حرفی از آقای یادم رفت اسمش، ای وای، توی انگلیس دعوتم هم کرد آخرین بار انگلیس برم پیشش، خیلی قشنگ بود. جمله رو بگم، میگفت اگر زودتر نیای دیر میای، اگه زودتر نیای دیر میای. یعنی چی آقا؟ معلومه دیگه این جمله جواد خیابانیه. نه، خیلی فکر میکنن سر موقع میتونن بیان. ما سر موقع فقط 1 ثانیه است، 1 ثانیه، بعد از اون دیگه میشه دیر. و قبل از اون میشه زود. و تو باید سعی کنی زود بیای، نه اون لحظه، چون 1 ثانیه شدنی نیست. بنابراین اون تعهد رو ما باید داشته باشیم. حالا برخی به هر دلیلی اون وقت شناسی رو ندارن، احترام بذارید. وقتی وقت شناس باشی به خودت احترام گذاشتی، به طرف مقابل احترام گذاشتی، به جامعه احترام گذاشتی و عمر آدم ها رو نباید تلف کنی. من اگه 5 دقیقه الان دیر شروع بکنم و به فرض 1000 نفر تو این کلاس باشن، 5000 دقیقه از عمر جامعه رو نابود کردم. خیلی اتفاق بدیه. پس لطفاً وقت شناس باشید. گاهی اوقات نمیدونید وقت شناس نبودن چه تبعاتی داره. یه مثال ساده میزنم. فرض بفرمایید یه نفر توی فرودگاه مسئول گیته، یه کوچولو طول میده کارو، مثلا میخواد این مهر رو بزنه که شما بیای. اون یه کوچولو طول دادنه باعث میشه ساعت از ساعت 3 دقیقه به 12 بشه 12. مبلغ تاکسی که من باید بدم 40% افزایش پیدا میکنه. ناجوان مردانه. یعنی گاهی اوقات تبعات تصمیممون رو نمیدونیم. بنابراین چون نمیدونیم بهترین کاری که وقت شناس باشیم. پس رفتار دوم که از همه شما عزیزان میخوام که وقت شناس باشید و زودتر بیاین، نه دیرتر. و امروز هم یه هدیه‌ای دادیم، یه هدیه کوچولو دادیم به بچه‌ای که زودتر بودن، کسایی که 10 دقیقه زودتر بودن، براشون یه صحبت کردم، یه نکته خیلی مهم گفتم که به نظر من نکته بسیار بسیار پر اهمیتی بود. نپرسید چیه، نمیگیم، چون هدیه بود، نه جزء دوره است نه چیزی. اما بدون هدیه باید این منش رو داشته باشیم و این حس رو منتقل بکنیم. خیلی خوب، یه تشکرم بکنم ازتون. وقتی میبینم توی صفحه دوره مدرسه کسب و کار دوستی مثل حسن آقا مادن کامنت گذاشتن، من واقعا ممنونم بابت این دوره بسیار خوب. سرفصلای دوره رو که دیدم کلی ذوق کردم. بعد ثبت نام هم با اولین جلسه شگفت زده شدم. مطمئنم در ادامه با این دوره کسب و کار خودم رو راه میندازم. آقا حسن اگه تو این جمع هستی الان پیشمون، دمت گرم. اگه بعداً فیلمو میبینید دمت گرم. و مرسی که بچه‌ها میرید کامنت میذارید اینجا که هم من میخونم، چون کامنت های اون صفحه رو من میخونم. صفحه خود مدرسه کسب و کار، یعنی تو گوگل میزنید مدرسه کسب و کار بیشتر از یک، بعد اونجا میاد کامنت میتونید بذارید که آقا مثلا این جلسه خیلی خوب بود فلان. بازخورداتون رو بذارید، چند تا فایده داره. 1، خودتون دنبال این نکته میگردین، ممنونتونم. به من کمک میکنید فیدبک بگیرم. 3، بقیه هم میبینن، راغب میشن و آدمای بیشتری میان و هر چقدر آدمای بیشتری تو این دوره بیان، سیستم شبکه سازی که به زودی براتون رونمایی خواهد شد، آدمای بیشتری دارید برای اتصال، برای ارتباط و طبیعتا میتونه بهتون کمک بکنه. پس متشکرم از امثال حسن آقا و سعی میکنم هر جلسه 1-2 تا از کامنت های جالب رو که میبینم بذارم و قدردانی بکنم که یک قدردانی 2 طرفه باشه. ممنونم ازتون. خب دوستان، یه جایی ممکنه من حرفی میزنم که شما یه گارد داشته باشید نسبت به من، یه مقاومتی داری. ببین سر چه چیزی از حرفام مقاومت داری؟ احتمالاً نقطه رشدته ها. یعنی اگه من میگم فلان کارو بکن بعد خیلی سختته، اذیت میشه. مثلا میگم آقا فروشندگی مهمه، اون فروشندگی خیلی سختته. یا میگم آقا اقدام کن، نمیخواد انقدر اطلاعات جمع کنی، سختته. این یعنی احتمالاً اصلا نقطه رشدت همونه.
یعنی به جای اینکه با من کل کنی بخوای اثبات کنی که آقا تو نمیفهمی تو فلانی، شاید باید بری سراغ خودت و این میشه نقطه رشد شما. و نکته بعدی از دوره پول میخوام یه نکته بهتون بگم. ببینید دوستان، ما باید یه چیزی به نام ضربه‌گیر اقتصادی داشته باشیم. ضربه‌گیر اقتصادی چیه؟ معمولاً معادل 1 2 یا 3 ماه حقوقمون یا خرج زندگی 1 ماهمونه، بین 1 تا 3 برابرش. حالا عددا مختلف و اینو تو دوره پول خیلی مفصل توضیح دادیم در چه حالتی چی کار بکنیم و اینها. اینو باید داشته باشید به عنوان ضربه‌گیر اقتصادی که یک بحرانی پیش میاد، مسئله پیش میاد، بتونی مدیریت کنی زندگی تو. این سرمایه گذاری نیست، سرمایه گذاری جداه، پسنداز نیست. این همون چیزی که ما بهش میگیم روز مبادا. یه ده قانون جذبی هن میگن که آقا اگه این پولو بذاری برای روز مبادا، روز مبادا پیش میاد برات، نکن این کارو. میگم که آها پس ماشین ایربگ دار میخری تصادف میکنی، پس نخر، لطفا ماشین ایربگ دار نخر، کمربندم چون کمربند رو میبندی سانحه میاد. حرفای بی علم نزنیم این مدلی. و اساتیدی که من خیلی واسهشون احترام قائلم این حرفو میزنن، ولی خب به این حرفشون احترام قائل نیستم. خودش برام محترمه، حرفش که برام محترم نیستش کسی. و ما قرار حرف آدما رو نقد کنیم. اگر که خیلی از مدرسان میگن آقا پول واسه روز مبادا نذار، پژوهش‌ها نشون میده زمانی که شما تحت فشار شدید مالی هستی یک اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه IQ شما کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کمیابی اتفاق میفته، تصمیمای غلطی میگیری، بی پولتر میشی، بدبخت‌تر میشی. اما وقتی یک ضربه‌گیر اقتصادی داشته باشی، یهو از کار بیکار میشی، یهو خرج بزرگ تو زندگیت پیش میاد، این پولو داری که پرداخت بکنی. حالا این پولم بهتره که مثلا طلا شبیه دلار و اینا باشه که راحت نقد بشه، فوری نقد بشه، ولی تومن هم نباشه که بی ارزش بشه. یه مقداریش هم حتما باز تومن باید نگه دارید، ریال باید نگه دارید که یهو یه اتفاقی پیش میاد بتونید مدیریتش بکنید. یعنی مثلا اگر من خرج زندگیم 100 میلیون ماهی، 200 300 میلیون کنار داشته باشم، اگه خرج زندگیم 10 میلیونه، بین 10 تا 30 میلیون تومن یه جوری کنار بذارم، به زور جمع بکنم. و این فقط برای مواقعی که اصلا اضطراریه، یعنی نکنی نمیشه، اضطراریه. اینو داشته باشید و از الان شروع کنید. شده 1000 تومن روزانه ولی کنار بذارید که ضربه‌گیر اقتصادی داشته باشید. این خیلی میتونه کمک بکنه که آرامش فکری بیشتری داشته باشید. اینم جزء دوره کسب و کار نیستم، چون دوستتون دارم گفتم به اون یه هدیه اضافه بگم بهتون که استفاده بکنید. خب بریم سراغ سمینار باورها. آقا ما سمینار باورها رو به صورت حضوری برگزار کردیم و فیلمش رو هم قرار دادیم. خیلی از دوستان اومدین، صفا آوردین، کیف کردیم و خیلی خوشحال شدیم. بذارید حولا برن و کلی چیز دیگه که خندیدیم دوره هم یاد گرفتیم و لذت بردیم. اما برخی از دوستان نبودین، فیلمش رو گذاشتیم، فیلم کامل رو میتونید ببینید و کیف بکنید. اما میخوام یه حرف بزنم از اون سمینار، مهمترین حرف از اون سمینار. آیا تو خودتو لایق موفقیت میدونی یا نه؟ رفیق من، اگر خودتو لایق موفقیت ندونی، اگه من حق دارم زندگیم بهتر باشه، من انقدر ارزشمند هستم که کسب و کارم رو راه بندازم که موفقیت کسب بکنم، من انقدر ارزشمند هستم که اگه اینو نگی نمیتونی موفق شی، چون خودتو نالایق میبینی. من لایق این هستم که بهترین آدما برام کار کنن، من لایق این هستم که فلان. یه مثال میزنم، شما اگه خودتو سطح پایین بدونی، خیلی سطح پایین، من کی باشم؟ آیا ممکنه این مجموعه مثل پل رو راه اندازی کنی؟ 50 تا روانشناس تو مجموعه کار. من چی میدونم، من با روانشناسا چیکار دارم؟ اصلا اون سطحشون نه، همشون دکترا دارن، من خودم دکترا ندارم. دیگه خودتو لایق و ارزشمند بدونی، میگه آقا من لایق یک زندگی خوبم، من لایق ثروتم، من لایق ارتباطات خوبم، من لایق تعامل با آدمای خوبم، من لایق ارتباط با آدمای بهتر از خودمم، نه پایین‌تر از خودم. اونام هستن، اونا هم کمک میکنی، ولی من لایق اینم. وقتی خودتو لایق بدونی رفتارت متفاوته و اگه لایق ندونی خبر بدی. آرزویی که دارم اینه که خودتونو لایق یک زندگی خوب بدونید. ممکنه یه سری اتفاقها، باورها، رفتارها، تربیت غلط، مدرسه، مثلا تو بگی که من میخوام با فلانی ازدواج کنم تو خونه، آره فلانی هم میاد با تو چی داری؟ خودتو لایق نمیدونی. وقتی خودتو لایق ندونی
رفتار چه شکلی میشه. حتی نمیری شانس تو امتحان کنی. آره تو فقط به عقلت میرسه فلان کارو بکنی، خودتو لایق نمیدونی. امیدوارم باورتون رو تغییر بدین و اون سمینار باورها خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که باورتون رو تغییر بدین. با اون روش تغییر باورها، گام‌های مشخصی که گفتیم این کار رو انجام بدین و این باور رو تغییر بدین در خودتون.